تو عشقتو با قلبت انتخاب کردی یا بر اساس معیارهایی که برای خودت نوشتی؟ یه وقتایی نه قلبه نه حتی منطقه، یه وقتایی خدا عشقتو میاره. ممکنه که معیارهایی که تو دوست داشتی هم در خودش داشته باشه. شاید این ویدیو برای تو یه نشونه باشه. پس حتما این قسمت و قسمت‌های دیگر رو با عشق گوش بده، چون سرشار از انرژی مثبت، سرشار از عشق و سرشار از معجزه است. من سوگندم به کانال قصه درمانی خوش اومدید. دیدین که چقدر عجیب و غریب من جواب بله رو دادم. خیلی متفاوت تر از همه آدم‌های دیگه، با استفاده از همون تابلوهایی که توی قسمت قبلی گفتم. حالا بریم این قسمت بعد از گفتن بله. دستاش تو دستامه، داره رانندگی میکنه. صدای بوق از ماشینای دیگه میپیچه. با خوشحالی داد میزنه حاجی دستامو ول نمیکنه، چیکار کنم؟ قش میکنیم از خنده بی دلیل. خنده های امیدواری که میدونه قرار یه روزی هماهنگتر و همصداتر بشن. بازم اومدیم دریا. این کار دریا یه واسطه شده واسه حسمون به هم. دستامون به هم قفله، پیاده میشیم و حرکت میکنیم سمت ساحل. با خودم فکر میکنم چقدر خوبه خیالم کنارش راحته. خیالم راحته که آرومه، خیالم راحته دغدغه نداره. خیالم راحته که کنارش کافیه دستامو بدم و اعتماد کنم و اونم به انرژیم اعتماد میکنه. رو شنا راه میریم و باد میره تو لباسش. به ماه نگاه میکنم. ماه کامل کشت و قوسی به خودش میده و میگه جواب بله رو دادی؟ میگم نه هنوز، اما بهش فرصت دادم. در واقع بهمون. گفت خوبه، یکم احساس کنی بد نیست، چون زمین منتظر بغلت کنه. روشنا دراز میکشم و نگاش میکنم. بعد زمین هار شروع میکنه به خندیدن. این کار با دراز کشیدن من حسابی قلقلکش میاد. صدای مادرانش میگه بازم انرژی میخوای؟ میگم یه عالم انرژی بریز تو وجودم. سعید میگه سوگند پاشو، تنت کثیف میشه، جونور میره تو تنت. اما پا نمیشم. دوست دارم که اول این رهایی رو احساس بکنم. دوست دارم اونم احساس بکنه که این زمین چقدر حس خوبی داره. زمینی که مدام بهش میگن کثیفه یا لباس آلوده میکنه، میتونه تو رو وارد چه دنیاهایی که نکنه. اما از یه طرف تمام وجودم دلش میخواد که به آدما آزادی انتخاب بده، آزادی زندگی کردن بده. چند وقت پیش یکی از دوستان میگفت اگه اجبار کارساز باشه چی؟ اگه یه وقتایی برای آرامش خودت نیاز باشه به بقیه زور بگی چی؟ جواب من اینه که آدمی که به زور شده مطیع عقاید تو، با همون عقاید زوری یه روزی خودت هم انکار میکنه. کمک رو به کسی بده که دستاشو دراز کنه که دستاشو بگیره. سعید نگام کرد و گفت تو خدا ازم نخواه بیام. گفتم که فقط اگه دوست داری بیام. گفت خدا نکشتت، من این لباسو خیلی دوست داشتم. دراز میکشه. زل میزنیم به ستاره ها. نزدیکیم، خیلی نزدیکتر از همیشه. حتی به سمت هم پهلو شدیم. یه سکوت عجیبی همه جا میپیچه. حتی زمینم دیگه نمیخنده. چشاشو دوخته به من و سعید و منتظر ببینه که چی میگی. من خیلی شنیدم عاشقا زیاد حرف میزنن، از هر دری، از هر آسمونی. اما من و سعید عشق تو لحظه‌ای پیدا کردیم که چشم در چشم هم دوختیم و تو دلمون حرف زدیم. چقدر زیبایی، چقدر معصومی، چقدر مهربونی، چقدر توانایی، چقدر شجاعی. یه چیز خوب رو من میدونم. به نظرم کودک درونمون حرفامون رو میشنون. چون میبینم رفتن داخل دریا. میبینم به سمت هم آب میپاشن. کودک درون من که اسمش سحرنازه یه پیراهن سفید تور عروس داره. کودک درون سعیدم یه بلوز و شلوارک سبز داره. انگار بهش میگه سحرناز بیا دستتو به من بده. سحرنازم میگه نه. با شیطنت میدونه تو آب و داد میزنه آرمین اگه تونستی منو بگیری. ماه میخندن. درست وقتی این دوتا به هم نزدیک میشن روشون یه نور آبی میندازه.
یه نور آبی که وقتی تو آب میرقصن 1000 رنگ میشه. شاید آدم بزرگا بترسن اما کودک درونان نمیترسن. سعید به آرومی میگه امشب هیچ وقت یادم نمیره. میگم دقیقاً چی شد؟ میگه اینکه منیو که وسواس داشتم روی زمین دراز کشیدم و این حس رو گرفتم. لبخند میزنم و وقتی داریم نزدیک میشیم از جام بلند میشم و زیر نور ماه میرقصم. تازه عجیب اینه که درست شبیه موقعی که معلم بودم و شاگردام دنبالم میدویدن، سرناز و آرمینم پشتم با رقص حرکت میکردن و میدویدن. تازه ماه با شیطنت نورشون میندازه رو ما ستا. 3 سرخوشی که با رقص به سمت ماشین میرن و پسری که از دور داره دختری رو میبینه که تو نور ماه حرکت میکنه. خدا رو چه دیدی؟ شاید رقصیدنش باعث شه ماه و ستاره ها رو هم به زمین بیاره. اون روز کلاس داشتم. یه روز دیگه کلاس ترس از دست دادم. یه باغچه کوچولو دارم. باغچه‌ای که تو خونت داری نه. باغچه‌ای که توش یه کلبه داره، دیوارای آبی داره. حیاتی که گل و درختای لیمو و خرمالو داره. چند سال پیش که از مرکز مشاوره اومدم بیرون، تصمیم گرفتم تو همین باغچه پربرکت مشاوره بدم و اسمشو بذارم توسعه فردی و خودم بشم مربی توسعه فردی، همون لایف کوچی که میگن. دلم خواست نگفتن یاد بدم، مهارت‌های ارتباطی یاد بدم، ارتباط با خانواده و همسرداری و مدیتیشن و خلاصه بتونم هم از روانشناسی استفاده کنم، هم با آموخته‌های معنوی بشم یه راهنمای معنوی. حالا بستگی به اون فرد داره، اگه منطقی بود یا اگه معنوی بود. خلاصه از خدا خواستم که کمکم کنه و هدایتم کنه این کلاس رو برگزار کنم. وقتی پیشنهادش رو به سعید دادم گفت که باشه، من اگه سر کار نباشم حتما شرکت میکنم. سکوت کردم چون دفعه قبلی که قرار بود بیاد کنسل شده بود و حالا نگام کرد و با مهربونی گفت نمیخوام حتی یه ذره‌ام ناراحت بشی، من خودم از خدام تو رو همیشه کنارم داشته باشم، قطعا تو هم دلت میخواد همراه باشه. گفتم این که بیای خوشحالم میکنه، اما اگه نتونی بیای من نمیتونم چیزی بهت بگم. شاید اگر دوست پسرم بودی انتظار حمایت رو داشتم اما الان نه. گفت از دوست پسر چه انتظاری داری؟ گفتم که تشویق کنندم باشه، با یه دسته گل بزرگ بیاد تا آخر کلاس رو یه جون نگاه کنه انگار معجزه‌ام. گفت معجزه هست. ببخشید که غیر اینو فهمیدی. گفتم نه اصلا اینو نگو، من بهت حق میدم، عادت دارم یه سری کارها رو تنهایی انجام بدم، این قدرت منه. لبخند میزنم، از ماشین پیاده میشم که بنزین بزنم. منم از ماشین پیاده میشم که یکم هوا بخورم. تکیه دادم به ماشین. کارش که تموم میشه میاد سمتم و صورتم و آروم ناز میکنه و میگه تنها نیستی. میگم تنهایی چیز بدی نیست. بریم روز کلاس. یه روز جمعه است. آقای رحمانی و یک دیگه از شاگردامون اومدن. شروع میکنم که درس بدم. براشون چای گذاشتم. میبینم که سعید زنگ میزنه. مگه سر کار نبود؟ پس چطور شد با هم تماس گرفت؟ گوشی رو بر میدارم و میبینم که میگه کلاس رو شروع کردی؟ گفتم نه هنوز، الان شروع میکنم. گفت من کار ساختمونم تموم شد، دارم میام سمت. گفتم باشه پس منتظرم. گوشی رو قطع میکنم و تا میگم به نام خدای بخشنده مهربان میبینم رو گوشیم نوشته تو تنها نیستی. من تنها نیستم، هیچ وقت نبودم. راستش به محض اینکه زیر لب به خودم گفته بودم خدا هست و سعی کردم ازش ناراحت نشم این پیام اومد. خلاصه دستای خدا همه جا هست، چه برسه کسانی باشن که ما یه ذره هم دوستشون داریم. داشتم میگفتم ریشه ترس جاییه که فکرشو نمیتونی کنی. توی خاطره که بیدلیل و بدون هیچ زمینه یهو میاد توی ذهنت. مثل مادری که تو کوچه ها دست بچهش رو ول میکنه و بچه رها میشه. هر بار دنبال مادر میگردم. مثل فوتی که سالهای خانواده رو درگیر میکنه. یکی از بچه ها پرسید چه باورهایی میتونیم براش بسازیم؟ سوگن جون. گفتم اینکه ما تنها نیستیم. اینکه
همیشه نیروی هست هدایتمون کنه. همیشه دستای خدا کمکمون میکنن. آدمای خوب زیادن. همه کنار ما هستن که گرم و محبت به ما بدن. حتی خودمونم بخش از خدا هستیم. تکلیف اون بچه که تو خیابون رها شده چیه؟ با مدیتیشن کودک درون آرومش میکنیم. من یه عالم مدیتیشن تو چنل دارم که میتونید با گوش دادنش خودتون رو آروم کنید. اینو بچه ها میدم. شما هم اگه دوست دارید حتما این مدیتیشن رو گوش بدید. سعید یه عالم برگ آچار گرفته دستشو داره مینویسه یا شاید هم داره نقاشی میکنه. برای بچه‌هایی که سردشون شده پتو آوردم که خودشون رو گرم کنن. یه پارچه هم آوردم. اما نگاه سعید رو من زومه. انگار یه جورایی دلش میخواد اونی باشه که کنار من نشسته ولی نیست. حالا وقت مدیتیشن. از بچه‌ها میخوام چشاشون رو ببندن و قلبشون رو باز کنن. گربه‌های باغچه میدوئن و بازی میکنن. اما بازی کردنشون باعث نمیشه کسی چشاشو باز کنه. میگم حس کنید یه بچه پشت سنگ ها پنهونه. بچه‌ای که داره آروم میخنده و سایه کوچیکش روی زمین افتاده. این بچه شمایید. بچه‌ای که مدت هاست منتظر باشون حرف بزنید. همه رفتن. بعد مدیتیشن من و سعید تو باغچه بودیم. بهم گفت کودک درون من دلش پلی‌استیشن میخواد. این چه مدیتیشنی بود آخه؟ خرج داره. چطور ممکنه این بچه جوری به نظر برسه انگار که واقعیه؟ لعنتی دارم حسش میکنم. خسته بودم. پریود بودم. تمام ساعتهای کلاس رو با عشق سر پا ایستاده بودم. وقتش بود که زره آهنیمو در بیارم تبدیل بشم به اون دختر کوچولویی که نیاز داشت بغل بشه، اما خیلی زود بود. اگه دوست معمولیم بود حتما بهش میگفتم بازوهاشو باز کنه و محکم بغلم بکنه، اما الان هنوز معلوم نبود که قرار بود چی بشه. به جاش با صدای آروم گفتم خب براش پلی‌استیشن بخر، هر چیزی که میخواد براش تهیه کن. اولش باید یکم باج بدی، ولی واقعیه، وجود داره. تو دلم گفتم اگه بدونی چقدر این بچه قشنگه، من دیدمش کنار ساحل، دیدمش چجوری میدونی. به آرمین که داشت روی صندلی به پر میکرد نگاه کردم و سحرنازی که بی‌اعتنا به همه داشت میرفت تو اتاق تا یکم بخوابه. من اونا رو میدیدم. خب خسته ای؟ اجازه بده یکم کمکت کنم. سحرناز گفت راست میگه مامان خسته‌ایم. داشت دستمو میکشید که منو ببره تو اتاق. موهاش آشفته بود و صورتش پر از شکایت. گفت من که انقدر دوست دارم مامان، بیا دیگه، بیا با خودمون استراحت بدیم. آرمین کوچولو که کودک درون سعیده با آرومی رفت و پشت سحرناز و دست کشید و گفت تا بری پیش کتاب داستانت من با خوراکی میام پیشت قول. میرم تو اتاق. کتاب داستان پسرک، موش و اسب روی مبله. کنارش دراز میکشم و سحرنازم میاد رو پام میشیم. میبینم سعید و آرمین با مهربونی وسایل رو جمع میکنن مثل فرشته های توی کارتونم. چشامو میبندم. صدای پاهاش رو میشنوم که جوری قدم برم داره که من بیدار نشم. خواب نیستم ولی یه ذره خستم. آرمین داره نوازشم میکنه و موهامو دست میکشه. سحرنازم خیلی آرومه. مبلای خونه با مهربونی به هم میگن کلی به مردم خدمت دادی، دیگه نگران این که استفاده کنن یا نکنن نباش، بهش فکر نکن. سعی میکنم بهش فکر نکنم. میبینم سعید داره نزدیک میشه. سرم رو از روی دسته مبل برمیداره و میذاره روی پاهاش. کتاب رو برمیداره و میذاره تو دستاش و آروم آروم شروع میکنه به خوندن. مدت ها بود که اینجوری شبیه بچه ها نوازش نشده بودن. مدت ها بود که اینجوری آروم نشده بودم. خدا همیشه آرومم میکرد. همیشه به هم حس شادی میداد. اما این که مثل یک نوزاد خودتو بسپاری به یک نفر فیزیکی که ازت مراقبت بکنه چیز آشنایی بود، اما غریبه بود.
نیازی نداشتم خودم کاری رو انجام بدم. بغض توی گلوم بود. تو چشاش عشق رو می‌دیدم، با هر کلمه و با هر جمله‌اش. قصه میگفت و میخندیدیم. میدونستم دلش میخواد زمان تا ابد کش بیاد. انگار اصلا نمیخواست بره. دیگه هیچ فکری نبود. داشتم حس میکردم. بعد از جاش بلند شد، ظرفا رو شست و 2 تا چای دم کرد. برای من و برای خودش. بخار چایی تو آسمون تو هم میپیچیدن. دستاشو باز کرد که بغلم کنم و دستامو بستم و به آسمون نگاه کردم. فکرم دوباره شکل شیطان گرفت و گفت الان زوده. ذوق داره. با تمام وجودش ذوق داره. یه روز دیگه است. از دانشگاه اومدم. از صبح تا دانشگاه بودم و دلم میخواد یکم بخوابم. اما دلم میخواد زندگی کنم. نه، حاضر نیستم چشامو ببندم و بخوابم و بهم احساس لذت داده نشه. اینو همیشه دارم، حتی الان. دیدم بهم میگه میشه بیام دیدنت. گفتم الان؟ گفت آره الان. گفتم فرصت خوبی آدم خودشو محک بزنه ببین چقدر میتونه بیدار بمونه. اینکه چقدر میتونه تو اوج خستگی خوش اخلاق باشه، شکایت نکنه. چقدر میتونه تو اوج خستگی چشاشو باز کنه و زندگی کنه. واسه همین با یه بله گنده به این برکت فرصت دادم. گفت اگه بگم نزدیکتم شوکه میشی؟ گفتم نه، ولی باید صبوری کنی و یکم منتظرم بمونی که آماده شم. نمیخوام معطل بشی. گفت دیوونه ای؟ همین ترافیکی که بین شهرامونه هم برام لذت داره. از آماده شدن برای خوشگل شدن تو که بیشتر کیف داره. برس گونه رو لپم میکشم و تو آینه به خودم نگاه میکنم. به خودم میگم چون یه نفر دیگه انقدر دوستت داره شروع نکن به خوشحالی. اون وقت اگه یه موقع دوستیتون کم رنگ بشه فکر میکنی دوست داشتنی نیستی. حتی الانم داشتم با خودم حرف میزدم. صورتیمو یه دستی میکشم و فکر میکنم یه بلوز عروسکی با شلوار بپوشم و یه کلاه زرد مشکی بذارم سرم. کنار دریا این بازم. خوشحالم که تو سکوتم احساس خوبی کنارش دارم. نگاه میکنه و میخنده، میگه میدونم چقدر خسته ای اما اومدی، مرسی ازت. گفتم قرار شد به هم دیگه فرصت بدیم دیگه، مگه نه؟ با آرومی به هم نزدیک میشیم. در آغوشم میگیرم. این بار بدون هیچ مقاومتی اجازه میدم بغلم کنم. چشام بسته است، چشای اونم همین. حس میکنم از دنیا بیرون میرم. باد منو از خیالم بیرون میکشه. سعیدم نرم و آروم شده است. انگار روح منم به پرواز در اومده. دارم بین آسمونا میگردم. یه پیراهن پفی تنم و وقتی تو ابرا فرو میرم پیراهنم با ابرا قاطی میشه. این همیشه رویای من بوده. سعیدم تو ابراست. دونه‌های ابر رو پف میکنه که برف برام درست کنه. صداشو میشنوم که میگه برای تو از هر چیزی لذت میسازم. ستاره ها میرن تو لباسم. چشامو باز میکنم. تو چشاش ستاره است. یه ستاره دنباله دار. حالا همه وجودش ستاره میشه. دستامو میگیره و آروم رو شنا حرکت میکنیم. میگه پایه‌ای بریم مسافرت همین فردا؟ میگم ولی ما هنوز دختر دوست پسر نشدیم. میگه فکراتو بکن و تا فردا به هم بر. میگم اگه رفتیم خونه و ستاره دیدم تو گوشیم میام، اگه نه که کنسل. به آرومی میرقصم و ستاره های توی تنم لبخند میزنن. جدیدن ساکت شده اما من میدونم تموم این طبیعت صدا میکنه. دوباره بغل میشم، یه بغل عمیق، بغلی که دوباره وصلم میکنه. چند دقیقه همینطوری میمونیم. دیدم یکی میگه داداش یه سیگار داری؟ سعید خیلی آروم و با اکراه به سمت موتور سواری که همسرش رو بغل کرده برمیگرده، چون مجبوره بغلم نکنه. بهش میگه آره داداش. چقدر قشنگه. دهن دختره به لبخند بازه. پسرم شیفته نگاش میکنه. سعید که داره سیگار رو به پسره میده، دختره میگه رمز موفقیت شما تو رابطه چیه که انقدر طولانی همو بغل میکنید؟ من داشتم از دور نگاهتون میکردم. ستاره های دورم میخندن.
میخوام بگم نه ما هنوز تو مرحله تستیم، اما میبینم سعید خوشحاله، چیزی هم نمیگه، منم چیزی نمیگم. میگه دوست دخترم روانشناس رابطه رو بلده. ستاره ها دور اون میرن و روشنش میکنن. سیگار روشن میشه. میپرسم موتور خودتونه؟ خیلی باحاله. دختره میگه آره حتما امتحانش کن. من و عشقم یه سر کنار دریا باهاش سواری میکنیم. دود تو هوا میپیچه و ستاره ها به سرفه میافتن. اما برای دختر و پسر دود قلبی میفرستن. دورتر که میشن سعید میگه دیدی چقدر قشنگیم کنار هم؟ یادم میاد نازنینم به سعید همینا گفته بود، اگه تو و سوگن با هم باشین چقدر قشنگ میشین. صدا اکو میشه تو آسمون. ستاره ها مثل بادکنک پیشن و میرن هوا. رو هر بادکنکی یه کلمه نوشته: شما با هم خیلی قشنگ. توی ماشین نشستم و دارم با اعتماد به نفس تمام فایل پادکست میذارم. سعید خوشحاله. جفتمون باورمون نمیشه که به همین سادگی داریم میریم سفر. دیشب بعد اینکه رسیدم خونه گوشی رو باز کردم و دیدم یه ستاره بزرگ وسط صفمه. من به خدا اعتماد دارم اینکه هدایت میشم، اینکه وقتی خدا یه کاری رو ازم میخواد باید انجام بدم. از نظرم منطقی نیست که برم مسافرت، اما به سعید پیام میدم و میگم من میام. چشامو میبندم و با اعتماد تموم میخوابم. آرومم. وقتی ازش خواستم لازمه چیزی بیارم یا نه، با عشق بهم گفت فقط خودت لازمی. تنها کاری که کردم این بود که موهامو سشوار کشیدم، لباسمو پوشیدم و یک کمی شامی و کیک گذاشتم تو چمدون. آرامش و شادی تو نگاهمونه. دستامو میگیره و میگه همونطور که دیشب گفتی خونه 2 اتاقه گرفتم که راحت باشی. لبخند میزنم و میگم ممنونم که درک میکنی. صدای پادکست رو بلند میکنه که میگه خدا خالق ماست و ما خالق زندگیمون. حواستون باشه به چی فکر میکنید و چی احساس میکنید. احساس میکنم چقدر حس خوبه کنار کسی باشی که آرامش داره، سکوت بلده، با ذوق یواشکی نگات میکنه و به راحتی میتونی باهاش پادکست های گوش بدی که پیش کس دیگه ای نمیتونی گوش بدی چون قضاوت میشی. یکم دیگه که میگذره توی ماشین نشستم و باعث دارم حالا آهنگ ماشین رو تغییر میدم. خیلی برام لذت بخشه که آهنگ هری پاتر و سیندرلا و سفید برفی رو تو ماشین پلی کنم. تازه بدون که بخوام رانندگی کنم. اینکه لباس قشنگمون بپوشم و تنها مسئولیتی که داشته باشم این باشه که همین سشوار رو آرایشم کرده باشم. سعید داره رانندگی میکنه. اوها با لبخند میگن چقدر پر عشق و مهربون به نظر میرسن. شاید این سفر قراره براشون یه 2 تا بودن درست و حسابی رقم بزن. 2 تا بودن؟ نه، ما مثل 2 تا رفیق کنار همیم. همون اینجوری قبول کردیم. این کافی نیست، حتما باید به 2 تایی بودن برسیم. دارم مقاومت میکنم. یکی از کوها که ریش داره میگه مرحله بعد قبول کردن تنهایی ورود 2 نفره بودنه. اینکه قشنگ پذیرفتی تنهایی عشق 2 نفره برات میاره. کلاً بعد تنهایی عشق میاد. به کوه نگاه میکنم، به زیباییش، به آسمون آبی که خورشید توش میدرخشه. من عاشقم، عاشق کلی، عاشق طبیعت، عاشق زندگی، عاشق لذت بردن، عاشق شادی، عاشق شجاع بودن. ولی عاشق 1 نفر. سعید از خوشحالیم به وجد میاد و میگه یه جا وایسیم قهوه بخوریم. میگم حتما. پیاده میشیم توی کافی شاپ سیاه و سفید. قهوه من اول میذاره توی دستم، چشمم به بخار خیره میمونم. از حرکتش خوشم. نمیدونم قرار کجا بریم، قرار چی بشه. به نظرم اول هر چیزی حرکته، حتی اگه مقصد معلوم نباشه. سعید میگه اصلا میدونی داریم کجا میریم؟ میگم نه، ایمان دارم به خدایی که بهم گفت همراهت بیام. بخارهای قهوه‌مون در هم مخلوط میشن و انگار ما هم اون لحظه تو نگاه هم در هم ادغام میشیم. خلاصه همین حرکت ما رو رسوند به یه خونه زیبای 2 اتاق خوابه. اتاق من طبقه بالاست و اتاق سعید طبقه پایین. مقصد جای خوب بود، جایی که حس خونه بودن و امنیت میداد.
براش چایی گذاشتم و میز مرتب کردم تا شامی و شیرینیایی که آوردم و بشینم رو میز. میدونستم عاشق شامی بابلیه، واسه همین با خودم آورده بودم. وقتی لباسش رو عوض کرد و اومد با شگفتی گفت همشون مال منه؟ گفتم آره مال ماست و لبخند زدم. اونم لبخند زد. نشستیم دور میز مثل خانواده. شروع کردیم به حرف زدن و خاطره گفتن و خندیدن. شب داشت از پشت پنجره خودشو نشون میداد. رفتم سمت اتاق طبقه بالا. از پله ها بالا رفتم. اون پایین هم نگاهشون بود. پنجره اتاق خوابو باز کردم. یه لیوان آب بالای سرم گذاشتم و دعا کردم. دعای عشق، سلامتی و ثروت که امیدوارم به شما هم برسه. چشامو بستم و خوابیدم. آروم بودم. مثل وقتی که بچه بودم و پدرم تا صبح دستم و تو دستش میگرفت. با یه صدای بلند از خواب میپرم. روبروم یه پسره. جیغ میکشم با صدای بلند. پنجره باز شده. پنجره که بسته بود. ای بابا، اون پسرم که سعید بود که با یه لیوان آب اومده بود بالای سرم. میاد سمتم و محکم بغلم میکنه. چی شد؟ که خیلی ترسیدم. بغلش کردم محکم. مایی که لباسم بندیه به تنم نگاه نمیکنم. میگه برات پنجره رو ببندم اوکی میشی؟ گفتم نه آخه باد میزنه، باد دوست دارم. گفت آخه بسته شد، تو هم جیغ زدی. میگم نه میخوام باز باشه، حالا ترسیدم یا نترسیدم. گفت من به جاش برات باد میزنم. تو صورتم فوت میکنه که بخندم. اصلا خندم نمیاد، قلبم هنوز تون میزنه. میگه چرا انقدر ترسیدی؟ گفتم فکر کردم خونم. اصلا وقتی بیدار میشم یادم میره کجا. میگه تموم شد، برات آب آوردم، کاری داشتی صدام کن باشه. نگام میکنه با عشق و مهربونی. پتو رو میکشه و چشاشو از روم برمیداره که معذب نشم. وقتی داره از پله ها پایین میره حس میکنم یکم دوستش دارم، شایدم بیشتر. 2 لیوان آب توی اتاق. چقدر قشنگه. خدا وقتی میبینه عاشق خودتی یا عاشق دیگه میفرسته. فکر کن صبح بیدار شی و ببینی نیمرو رو میزه. میز مرتبه، روش خودهای نون و قندون و لیوانای کثیف نیست. شمع روشنه. وقتی میای پایین نیمرو تو میذاره تو ظرف، تو یه جوری نگات میکنه انگار عشق تمام. و میگه خوب خوابیدی؟ میگم عالی. میگه بیا صبحونه. لبخند میزنه. تو هم لبخند میزنی. حس میکنی دوستت داره. یا آهنگ کلاسیک بی کلام دانلود میکنی و میذاره پخش بشه. آهنگ بی کلام یه پله برام سمت حس کردن. یه وقتایی حس میکنم اگه این آشپزخونه و کاناپه حضورمون رو درخواست کردن چی؟ اگه این تخم مرغ رسالتش این بود که یه روز خوب رو بهم هدیه بده چی؟ تلفن سعید زنگ میخوره و قرار بریم بیمارستان تا کارهای عمرانیشو انجام بدم. نمیترسی که تنهات بذارم؟ میرم و زود میام. نیم ساعت طول میکشه. میگم میشه سویچو بذاری بمونه؟ میگه آره حتما. از ماشین پیاده میشه میره و من بلند میشم میرم سمت باغ داخل بیمارستان. پرنده هایی که دارن با هم حرف میزنن و میگن حالت چطوری پرنسس؟ میگم یکم برام بخونید، آخه صدای شما از هر موسیقی قشنگتره. میگن یه رازی رو بهت بگیم قبل خوندن؟ میگم آره حتما. با آواز میخونن آزادی کلید هر آرزویی است. آزاد که باشی میری هر جا و میتونی. پرواز کن و برو هر جا که قلبت میدونی. آسون بگیر بدون قلبت بیشتر است و میتونه. قلبت بیشتر است و میتونه. وسط بوته های بیمارستان آزادانه میشینم و به آسمون نگاه میکنم. پرنده ها چشمک میزنند و میرن. یه سنگ برمیدارم و پرتابش میکنم سمت ماشینمون سهیل. اما یه جوری میزنم بهش نخوره. 1 سنگ، 2 سنگ، 3 سنگ، 4 سنگ. صدای قهقه خنده هاشون رو میشنوم که میگن آخ جون پرواز پرواز. ما همیشه آرزو میکردیم یه بار پرواز رو تجربه کنیم. سنگا میگفتن. یکی از سنگا با آرامش گفت توکل همیشه جواب میده. یکی دیگه هم گفت توکل
کل به خدا منم دلم میخواد از شدت عشق یه روزی پرواز کنم. اون سنگم پرتاب میکنم که پرواز کنم. سعید داره نزدیک ماشین میشه. از دور اشاره میکنه برم سمت ماشین. وقتی بهش میگم تشنمه با عشق میره سمت یه خوراکی فروشی و واسم آب میخره. از دور میگه چیز دیگه ای هم میخوای؟ کودک درونم از پشت ماشین داد میزنه مجله میخوام. سعید با یه مجله باب اسفنجی میاد سمتم. چشایش سرنازم که کودک درونمه پر از اشک شده. منو سعید رو بغل میکنه و میگه منو حس میکنم دارم پرواز میکنم. میخندم. کاش سعیدم میتونست ببینتش. کاش میتونست حسش کنه. بالای سفیدی که پشت بدنش در اومده آماده پروازن، درست مثل اون سنگا. اما من دستاشو میگیرم و میگم هنوز زود سرناز کوچولو. ستای خونه میریم و هوای گیلان 3 کلمه رو تو آسمون می‌نویسه. هوای امروز 2 نفر است. به خونه که میرسیم پنجره اتاق رو وا میکنم. میبینم یه گندمزار بزرگ طلایی. با خوشحالی سعید رو صدا میکنم تا بیاد ببینه. مجله رو باز کردم و باب اسفنجی و پاتریک توی مجله میگن وای یه آدم بزرگ که ما یادش مونده. من و سعید و سرناز بالاشو باز میکنه و از پنجره پرواز میکنه سمت گندمزار. وقتی چشامو میبندم که استراحت کنم صدای کودکانش تو گوشم میپیچه که دقیقاً آهنگ پرنده ها رو میخونه. آزادی کلید هر آرزویی. آزاد که باشی میری هر جا میتونی. پرواز کن و برو هر جا که قلبت میدونه. آسون بگیر بدون قلبت بیشتر از تو میدونه. اشتیاق و ذوق قلبمو میرونه. منو که میبینی حس کن چقدر دلم آرومه. صدای خنده هاش نسیم ملایم میشه و میره توی گندمزار و میره توی قلبم. تو اگه جای من بودی ریسک میکردی که بری؟ حتما جوابتو بنویس. یادت باشه که آزادی کلید هر آرزویی. یادت باشه که آسون بگیری. یادت باشه که قلبت بیشتر از هر کس و هر چیزی میدونه که چی کار کنه. پس به خودت و خدای درونت حتما اعتماد کن. یادت باشه تویی که اومدی و تمام این داستان رو گوش دادی یا آدم معمولی نیستی. قطعا چیزی بوده، چیزی از خدا درخواست کردی که این داستان رو گوش دادی. پس ازت میخوام تجربه خودت رو حتما کامنت کنی. حتما مسئولیت خودت رو بپذیری. این ویدیو رو برای دیگران بفرستی. حتما لایک کنی، سابسکرایب کنی، زنگوله رو فشار بدی تا ویدیوهای دیگه برات بیاد. راستی اگه میخوای کل داستان رو گوش بدی حتما برو توی پلیلیست چی داستان عاشقانگی جهان به نورت نیاز داره. خیلی دوستت دارم. خدا نگهدارت باشه. مرحله